خب میرسیم به مبحث مهم و معروف اتحادها. اتحادها همیشه جز مباحث پرتکراری برای ما بودن، چه در پایه نهم دوره اول متوسطه و چه در کل پایه های دوره دوم متوسطه. حتی در کنکور جز مباحثی هستن که برای بچه ها خیلی اهمیت دارن و اکثر بچه ها یک موقع ایرادهای کوچیکی تو مبحث اتحادها دارن. اتحادی که قرار امروز راجبش بحث کنم اتحاد مزدوجه. تشخیص اتحاد مزدوج از کجا میاد؟ برای اینکه تشخیص بدیم یک اتحاد مزدوجه، مهمترین عامل ما علامت منفی هستش. یعنی اگر دو عامل، دو جمله با علامت منفی در وسطشون وجود داشت، شاخک‌های ما بعد راه بیفته که ممکنه با اتحاد مزدوج کار داشته باشیم. اما آیا فقط باید به همین نکته اکتفا کرد؟ نه، باید حتما عامل‌های ما عامل‌هایی به توان دو باشن. چرا این سوال رو انتخاب کردم؟ چون اینجا فقط من x عاملی هست که توان دو داره و 3 عددی نیست که توان دو داشته باشه. آیا باز نمیشه از اتحاد مزدوج استفاده کرد؟ بله، اینجا میتونیم از اتحاد مزدوج استفاده کنیم، اما به چه صورت؟ یک یادآوری از اتحاد مزدوج داشته باشیم. اتحاد A2 منهای B2، یعنی اگر شما دو جمله با علامت منفی در وسط دیدین که هر کدوم توان دو داشتن، میتونید از اتحاد مزدوج استفاده کنید. تکنیک کار به چه صورت هست؟ دو پرانتز رو کنار هم میذارید، یکی با علامت منفی و یکی با علامت مثبت. حالا عامل ها رو بدون توان نگاه میکنم، یعنی A و B، دوباره A و B. حالا اینجا قرار هستش که همین اتحاد رو توی سوال بالا پیاده کنیم، ببینیم آیا میشه با وجود اینکه عامل دوم ما توان دو نداره باز هم از اتحاد مزدوج استفاده کنیم. بله، جواب ما بله بود. دو تا پرانتزمون رو میذاریم، یکی منفی و یکی مثبت. خب عامل اولمون مشخصه x بوده که به توان دو شده x2، اما مشکل ما در عامل دوم هستش. ما مبحثی مثل رادیکال ها رو خیلی راجبشون کار کردیم، خیلی راحت میتونیم بیایم بگیم این در اصل رادیکال 3 بوده که به توان دو شده 3. اینجا رادیکال 3، دوباره اینجا هم رادیکال 3 و به همین راحتی ما این سوال رو به کمک اتحاد مزدوج تجزیه کردیم که بتونیم با عامل‌های ساده‌تری کار بکنیم. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک کنید، شیر کنید و برای دوستاتون بفرستین. ممنونم.